بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. گفتم که خدا مرا مرادی بفرست، طوفان زدم راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نذر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. روز آدینه امیدوارم بر شما به خیر و خوشی گذشته باشه. جمعه ای که همه ما چشم انتظار اون جمعه وعده داده شده هستیم تا انشاءالله چشمانمون نور بگیره به رخسار دلارای یوسف زهرا و مهدی موعود ارواحنا له الفدا انشاءالله. گفتم یوسف زهرا یادم افتاد ایام فاطمیه هم تمام شد. آرزو میکنم که همه آنچه که به عنوان اقامه عزا و عرض ارادت و محبت به ساحت حضرت بانوی دو سرا شفیعه روز جزا ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه داشتید، مورد قبولشون، مورد قبول صاحب عزا، صاحب امروز و هر روزمون، امام زمانمون ارواحنا له الفدا قرار گرفته باشه و توشه مناسبی باشه برای ادامه مسیر زندگیمون و قبر و قیامتمون و همه اینها ما رو بتونه تربیت کنه، پرورش بده، سرباز و یک زمین ساز درست درمون برای ظهور و قیام آخرین فرزند معصومشون امام زمان انشاءالله پرورش بده و تربیت بکنه. الهی آمین. با این حرفا فکر کنم متوجه شدین ما از این به بعد بسته جدید یاد خدا رو شروع خواهیم کرد. جمعه هامون جمعه های امام زمانی و مهدوی هست و روزهای آتی هم که به مرور انشاءالله متوجه خواهید شد. متخصص و بلد راهمون در موضوع مهدویت هم حجت الاسلام و المسلمین هدایت هستن که خیلی خوشحالم از این بابت که میتونیم جمعه ها خدمتشون باشیم. یه فاصله بگیریم و برگردیم و یه با صلوات هم زینت بدیم این روز جمعه که بهترین اعمال روز جمعه واقع فرمودن صلوات هست. برگردیم گفتمون شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من قبل از برنامه سلام و خیر مقدم گفتم به آقای هدایت عزیز، به رسم ادب و به نیابت از شما این کار انجام میدم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدین، خوشحالیم از زیارتون. قبول باشه عزاداری ها و عرض ارادت هاتون مست صدیق. سلام خدمت شما آقای قوامی عزیز، سلام خدمت همه بینندگان عزیز. انشاءالله عزاداریاتون قبول باشه. واقعا مردم با صفایی داریم، مادری‌اند. من شهرهای مختلفی رفتم، بین مردم بودم، تهران، اصفهان، عراق، شهرهای مختلف بودم. واقعا جنس عزاداری مردم برای حضرت مادر متفاوته با دیگر ائمه عزیزمون. من یادمه توی تهران، مردم تهران واقعا شما با وفا هستید. یه جا منبر رفتم، بعد یه آقای زیر منبر گفت آقا من باید کار دارم. گفتم بفرمایید. گفتم من مغازم کنار مسجده، یه دقیقه در مغازه ما. ساندویچی داشت آقای قوامی. 10 تا ساندویچ گذاشت توی یه پلاستیک، گفتش که حاج آقا اینو وقت موقع روزه نذر حضرت مادر کردم، به دست شما به هر کسی که صلاح میدونی بره بگو این ساندویچ مال مادرتونه. اصلا من همونجا یه لحظه خشکم زد. گفت بگو این ساندویچ مال مادرتونه. ای جان، میخوام اینو عرض بکنم، خدا رو شکر مردمی داریم، خدا رحمت بکنه. هست امام یه جمله‌ای دارن، افتخار ما این است که مکتب ما مکتب فاطمی است. عبارت هست امام اینه: خانومی که بعد از پیغمبر اکرم جبرائیل بر اون نازل شد و صحیفه فاطمیه الان دست اهل بیت و الان دست امام زمان علیه السلام است. امام اینو در جمع خانم ها فرمودن. الگوی شما فاطمه زهرا سلام الله علیها است. میخوام اینو عرض بکنم که مردم توی این عزاداری ها ما به لطف خدا 2 فاطمیه اول فاطمیه دوم رو گذروندیم و مردم برای عزاداری از زهرا سنگ تمام گذاشتن. خصوصا امسال که ما شعاری بود توی هیئت‌ها، الحمدلله مجالس عزاداری به نام ام المقاومه، مادر جبهه مقاومت، در سراسر
الحمدلله جبهه پهناور مقاومت ما حضرت زهرا سلام الله علیها است. این جملات سید حسن نصرالله خیلی گفته میشد، خیلی تکرار میشد، هم از رسانه هم از جاهای مختلف تو هیئت‌ها، که هر جا ما در جبهه مقاومت لبنان کم می آوردیم، احساس میکردیم دیگه دشمن داره بر ما غلبه میکنه، توسل به حضرت زهرا ما رو نجات میداد. لذا واقعا ما امید داریم، امروز روز جمعه بود، امید داریم با همین توسل به حضرت مادر به زودی ما بتونیم با پیروزی بر علیه این رژیم غاصب ظهور حضرت رو تسریع بکنیم. انشاءالله انشاءالله. خیلی خوب، خواهش. خیلی خوب. ام المقاومه. بله شعار اصلی بود. بله. آره، به نظرم که اون قیامی که از صدر اسلام شروع شد پایه‌گذارش خود از زهرا بود، اون قیام فاطمی با قیام امام حسین ادامه پیدا کرد، قرار یه روزی با قیام مهدوی و قیام آخرین فرزند معصومشون به نتیجه برسه. دقیقاً. و با این توضیح که حضرت فرمودن که قوم خرجوا من مشرق یوطئون للمهدی سلطانه. یه عده‌ای خروج میکنن. ببینید خروج زمینه سازی قیامه، این موضوع خیلی مهمه. ببینید امام حسین علیه السلام فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این اهل بیت دقیق صحبت میکنه. دقیقاً. وقتی میخوام بگن قبل از ظهور یک حرکت هایی برای اصلاح زمینه ظهور ایجاد میشه، میفهمن قوم خرجوا من مشرق، خروج میکنن، یعنی فضایی رو آماده میکنن تا قیام صورت بگیره. خروج یعنی زمینه سازی قیام. بنده معتقدم حرکت ابا عبدالله الحسین مهمترین زمینه ساز ظهور و قیام امام زمان علیه السلام هست. ببینید ولی خدا، این قاعده است، ولی خدا وقتی قیام میکنه این قیام حتی شکست ظاهری نداره. یعنی ولی خدا توی این قیام کشته نمیشه، قیام به نتیجه میرسه و اون دولت برپا میشه. امام حسین علیه السلام خروج کردند، یعنی زمینه اون قیام رو فراهم کردند، خون مبارکشون، خون مقدسشون رو فدا کردند. والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. پسرکم یا ولدی یا علی، جانم پسرم علی جانم، به خدا خون من از جوشش نمیفته تا ظهور محقق بشه. این خروج به قیام منتهی میشه. پس یه امتداد خروج داریم. دقیقاً امام خمینی خط خروج رو گرفتن. یعنی خط خروج رو درست تشخیص دادن، فهمیدن الان خروج امام حسین علیه السلام به اینجا رسیده. پشتوانه های علمی معرفتی توی حوزه های علمی از دوره اهل بیت، از با این صحیفه زیبای امام سجاد علیه السلام، با این معارف بی نهایت، من صحیفه سجادی هم میگم بی نهایت معارف، حالا بهش میرسیم، با این معارف بی نهایت شروع شد. اهل بیت زمینه علمایی که ایجاد کردن رسید به امام خمینی. امام خمینی تونست توی یه دایره‌ای قاطعانه در برابر طاغوت زمان بایسته. این قرار ایستادگی در برابر طاغوت توی دایره‌ای ولو محدود ادامه پیدا بکنه تا برسه به قیام جهانی حضرت. تو قیام جهانی حضرت این خط سیر مبارزه با طاغوت که به قول قرآن سوره نحل واجتنبوا الطاغوت، این مبارزه با طاغوت قراره برسه به قیام حضرت برای ریشه‌کن کردن نهایی همه ظلم‌ها در عالم و نجات همه مظلومین و اتمام کار نیمه تمام همه فرستادگان الهی 124,000 ایشان. پس کار خیلی عظیمه. دقیقاً. زمینه سازی و اون خروج و ایناش هم میطلبه خیلی عظیمه، هر از آنچه که تا حالا دیدیم و تاریخ تجربه کرده باشه. یه نکته من بگم، اونم اینه که هم از زهرا یاد کردیم، هم از امام حسین، هم از امام زمان. یادم افتاد که امام زمان میفرمایند دختر رسول خدا برای من اسوه و الگوی نیکوست. در توقیعشون به مردم قزوین، عبارت رو اول درست بکنیم، در توقیعشون به مردم قزوین خط به توقیع حضرت هست ولیف ابنت رسول الله اسوة حسنه. مردم الگوی حرکت من،
الگوی جبهه سازی من، الگوی مبارزه با طاغوت من، همه این موارد کیه؟ حضرت زهرا دختر پیغمبر. مدل قیام مدل قیام حضرت مادر. دقیقاً به صورت مستقیم در برابر طاغوت وای میسن، کوتاه هم نمیام. آره. منتها حضرت مادر توی دوره کمی به شهادت رسیدن، حضرت مهدی همون خط رو ادامه میدن، به پیروزی نهایی میرسن. این حالا امام حسینش هم که به طریقه حضرت زهرا قیام میکنن و الگوشون و آستاشون حضرت زهراست، اما جز اولین جملات که خودشون رو معرفی میکنن در کنار خانه خدا میفرمایند ان جدی الحسین الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه، یعنی خودشون رو با امام حسین معرفی میکنن. دقیقاً. این هم خیلی تحمل برای است. یعنی در واقع پرچمشون هم یا لسارات الحسین. بریم یه فاصله دوستان بگیریم و برگردیم و بعدش هم اول میگین از کجا داریم این. بله. بعد از که برگشتیم من میدونم چون قبل از شما هدیه گرفتم این کتاب شریف رو، برمیارین توضیحش رو آقای هدایت میفرمایند و همه استفاده میکنیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب قرار شد که نکته رو از این کتاب شریف که صحیفه فاطمیه اسمش، چون ما یه اشاره تو بخش اول کردیم که شعار هیئت‌های مذهبی ما و مجالس ما امسال ام المقاومه بود و این موضوع رو عرض کردیم که در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی خود امام زمان علیه السلام هم هستن. این نکته خیلی دقیقی تو زیارتنامه حضرت زهرا هست که ابتدای صحیفه فاطمیه عزیزانی که این دعاهای حضرت زهرا رو جمع کردن، اولیش این زیارت حضرت زهرا رو آوردن. من قبلا تو این برنامه یه مقدار راجع به زیارت حضرت زهرا صحبتایی کردم. خیلی زیارتنامه عجیبیه عزیزان من، حتما با این زیارتنامه انس داشته باشیم. مال ایام خاصی نیست، روز خاصی نیست، مال حتما کنار قبر حضرت زهرا نیست. از هر جایی که میخواین ارتباط با حضرت بگیرین چند خط رو بخونید. بعد تو این زیارتنامه اینو میگیم فانا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقتنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا. همون زیارتنامه این که بدون سلام دقیقاً یا احسنت ما بحث رو کردیم. من اونجا گفتم، قبلا هم گفتم، دوره عرض میکنم، در واقع اون رسالت و امتحان سنگین، اون باری که از زهرا به دوش میکشن، بار اتصال ما به امام زمانمون هست. امروز جمعه است، تازه فاطمیه تموم شده، ما تازه الان داغ عزای از زهرا رو بر دل داریم. حتما این رو از حضرت بخوایم که ما رو متصل به امام زمان بکنن و در این اتصال بتونیم مقاومت بکنیم. این که میگن ام المقاومه، همونجور که خودشون در اتصال جامعه پیغمبر که بعد از پیغمبر در دستخوش انحراف بود، تو اتصال جامعه پیغمبر به امامشون یعنی امیرالمؤمنین جان دادن، خون دادن، این مسیر ادامه داره. امروز جبهه مقاومت دقیقاً به این مادری مقاومت نیاز داره تا بتونه ما رو ملحق بکنه به جبهه امام زمان علیه السلام. همه ایستادگی ما تو این جبهه به خاطر اینه که یوتئون للمهدی سلطانه رو ما رقم بزنیم، تو تاریخ بنویسن قومون خرجون من مشرق، اون عده‌ای که از مشرق خروج کردن و پای حق وایسادن، در برابر باطل ایستادن. به قول امام باقر علیه السلام یطلبون الحق، میان دنبال حق هستن، در برابر طاغوت می ایستن. قتلاهم شهدا، کشته های اینا شهید هستن، چون واقعا ایستادگی میکنن در برابر طاغوت. و اینها میدونید وقتی که پرچم حق رو میگیرن، پرچم حق رو نگه میدارن تا بدن به صاحب اصلیش. این در روایت بله. اون خودشون رو صاحبان حکومت نمیدونن، بلکه خودشون رو زمین ساز حکومت میدونن. میگن ما فضایی رو آماده کردیم تا حکومت حضرت مهدی مستقر بشه و حاکی از استمرار پرچم داری. دقیقاً همه اینا رمزش حضرت زهرا سلام الله علیها است. من فقط میخواستم این موضوع رو به عزیزان تذکر بدم که مزد گریمون برای حضرت زهرا یه چیز باشه. یا فاطمه خانم جان فانا نسألک ان کنا صدقناک، اگر ما تو رو تصدیق کردیم. تصدیق رو قبلا گفتم، ببخشید یه بار دیگه من تکرار میکنم که ایامی که بالاخره الان افراد سر سفره از زهرا هنوز نشستن. این صدقناک رو اینجوری عرض کردیم، گفتیم حضرت موسی ولایت حضرت خضر رو داشت، همراهی کرد با حضرت خضر، اما تصدیق نتونست بکنه.
اونجایی که حضرت خضر اون کشتی رو سوراخ کرد، اونجایی که حضرت خضر اون نفس زکیه رو کشت، اونجایی که به اصطلاح اون دیوار رو بدون اجر و مزد درست کرد، حضرت موسی نتونست بگه که آنچه که تو انجام میدی 100% درسته. نه، با محاسبه خودش اومد گفت چرا این کارو کردی؟ و حضرت خضر هم گفت تو قرار نبود که ایراد بگیری، قرار بود تصدیق بکنی. انک لن تستطیع معی صبرا، تو اهل تصدیق نیستی، لذا من نمیتونم با تو باشم. رها شدی، جدا شدن. ما اینجا به حضرت زهرا میگیم خانم جان، ما غیر از اینکه ولایت تو رو داریم، غیر از اینکه صبر میکنیم بر دستورات امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم، قانون اسلام، تصدیق هم تو رو میکنیم. آن کاری که تو کردی 100% اون کار عین حق بود. ببین امام حسین رو یه دی نتونستن تصدیق بکنن، امام حسین به کربلا رفت، اونا همراهی نکردن. امیرالمؤمنین رو یه دی از خواص نتونستن تصدیق بکنن. امام حسن رو ببین، اینا نکته است. بعضی از شیعیان، حالا به ظاهر شیعیان، اومدن به امام حسن گفتن که یا مذل المؤمنین، اون خطی که امیرالمؤمنین برای ما عزت ایجاد کرد، تو اون عزت رو تبدیل به ذلت کردی. تو تصدیق امیرالمؤمنین بودن اما به تصدیق امام حسن نرسیدن، به تصدیق امام حسین نرسیدن. ما باید به تصدیق از زهرا برسیم. همه سیره از زهرا الگوی زندگی امروز ما باید باشه، نباید ایراد بگیریم. بعضیا من الگوی امام زمان ماست، یعنی الگوی مردم زمانه. احسن. بعضیا من زبانم لال، ببخشید حرفو میزنم چون مطرح شده. آقا مثلا این حجاب از زهرا که تو روایت بیان شده، تو سیره از زهرا سلام الله علیها، مال اون زمان بوده دیگه، مال الان نیست. این تصدیق نیست. اینجا یعنی نتونسته حجاب از زهرا تصدیق بکنه. بعضیا میگن که حضرت زهرا نسجی رو ببخشید سکوت میکرد بهتر بود، بچه داریشو میکرد، چرا اومد دیگه خلاصه تو مسجد خطبه خون؟ ببین تصدیق باید کرد، باید گفتش که همون جوری که حضرت زهرا تو اون زمان خودشون اینجوری اومدن حق امامشون رو محکم پاش وایسادن، امروز هم باید حق امامون محکم پاش وایسیم. هیچ فرقی نکرده، با همون حفظ حیا، با همون حفظ عفت، با همون حفظ نصرت امام و همه اون پازلی که از زهرا سلام الله علیها چیدن. یعنی نقطه کانونی و محوری قیام حضرت زهرا بر پایه دفاع از ولایت و امامت بود. چون بعد از رسالت اگر امامت و ولایت قوام و دوام پیدا می کرد، تاریخ گونه دیگری رقم می خورد. دقیقاً عبارتی که از زهرا تو خطبه ایادت به خانم‌های مدینه گفتن که اگر شما با همسران شما با علی بیعت می‌کردن، تمام نعمت از آسمان و زمین بر شما جاری میشد و مجبور نبودین که از این وضعیت زندگی که به سمتش دارید میرید نمیرفتید، به سمت درست میرفتید، به سمت خیر میرفتید. حالا این که امام زمان الگو میدن از زهرا، به نظر من یکی از رمز و رموزش این وسط میتونه این باشه. بله. که ما رو توجه بدن به این مسیری که حضرت زهرا برای ایشان و ما ترسیم کردن، یعنی دفاع از امامت و ولایت. بله. چون امام و ولی خدا قرار هستش که دین خدا رو در زمین حاکم بکنه و تا ماها نخواهیم، تا ماها دست نجنبونیم. گفته یه جمله هست میگه امام آمدنی نیست، آوردنی است. آوردنش به چه شکله؟ به شکلی که الگوش از زهرا برای ما ترسیم کرد. دقیقاً. خب حالا اگر اجازه بدین، باز چون روز جمعه است، من یه بحثی رو سرآغازش رو باز بکنم. آره ادامهش قطعا خواهد، چون وقت کمی باقی مونده. دوستانم فقط بگن سرفصل بحثی رو باز بکنم. یه روایت خیلی مهمی داریم آی عزیزانی که بحث ما رو دارین دنبال میکنید، این قسمت رو در میخواد توجه بکنید. سرفصل یک بحث مهمیه. در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 328 یه روایت بسیار کلیدی ما داریم که حضرت میفرماید که تو دوران غیبت ان اصبحتم یوما لا ترون منهم احدا، اگر صبح از خواب بلند شدید یکی از اهل بیت رو ندیدید، منهم میخوره به اهل بیت، چون قبلش درباره اهل بیت عرفهم بالناس محمد والائمه فادخلوا عین دخلوا، یعنی هر جا مسیری که پیغمبر و اهل بیت رفتن شما اون مسیر رو برید و فارقوا من فارقوا عن، اینا رو توضیح میدن. میرسه به اینجا. حالا اگر یه روزی اهل بیت رو ندیدید، مثل امروز ما الان امام زمان نمیبینیم، ما این
مسیرهای منحرف رو نداریم که بعضی میگن آقا ما امام زمان رو داریم دیگه نیاز به رهبر نداریم، نیاز به مراجع نداریم، نیاز به تقلید نداریم. اینا حرفای انحرافی. ما الان امام زمان رو نمیبینیم، ما الان صدای حضرت رو نمیشنویم، الان دوران غیبته و تو دوران غیبت باید بریم سراغ مراجعی که این مراجع حرف امام زمان برای ما استنباط میکنه، ترجو الی روات احادیث ما. تا اینجا درست شد؟ تو این شرایطی که ما حضرت رو نمیبینیم، صدای حضرت رو نمیشنویم، فرمودن فاستغیثوا بالله عز وجل، چند تا کار محکم انجام بدید. یک، استغاثه به خدا بکنید. آقای قوامی عزیز، امروز بین ما استغاثه خیلی کم رنگه. حالا روایتش رو با هم بررسی میکنیم و چقدر ما روایت داریم که اگر مردم مثل بنی اسرائیل مضطر میشدن و واقعا توسل میکردن، خدا غیبت رو به ما میبخشید. اونا 40 صبح قیام کردن و 40 صبح توسل کرد، 170 سال خدا غیبت موسی رو بهشون بخشید. اصلا ببین این کتاب کمال الدین و تمام النعمه، امام زمان به مرحوم صدوق دستور دادن بنویس، بهشون بگو بابا همه انبیا، همه اولیا اینا غیبت داشتن، تا مردم یاد بگیرن چجوری مردم زمان خودشون غیبت انبیا تمام شد و تونستن به فرج انبیا برسن. اینا انجام بدن، راهش همینه، چیز جدیدی نیست. آره اصلا امام صادق هم از ما خواستن که شما مگه میخواید این کارن، وگرنه به انتهای دوران غیبت باید صبر کنید، باید صبر بکنید تا برسه اون زمانی که خدا برای ما قرار داده. حضرت فرمود فاستغیثوا بالله. یک. دو، وانظروا سنت التی کنتم علیها، اون سنت یقینی، اون مسیر یقینی رو طی بکنید. یه نفر بگه آقا دین جدید و مسیر جدید و یه راه پیشنهادی، یه راه میانبر بد میدم و بعضی از این ادعاهای کاذبی که میاد و بخواد خلاصه ادعا بکنه که ما شما دنبال امام زمان نیست، خود ما امام زمان هستیم، اینا رو بریزین دور. متوجه شده؟ نه، اون سنتی که کنتم علیها، اون معیارهایی که ما اهل بیت به شما دادیم، اونجوری برین جلو. و تبع و احبوا من کنتم تحبون. حالا اینا رو ان شاء الله جلسات آینده توضیح میدیم. یه دستورالعمل خیلی مهمیه که ما باید اینا رو بهش توجه بکنیم. یه طرح موضوعی شد در واقع توسط این حدیث، فراز ابتداییش از کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق رضوان الله علیه. آقا خدا خیرتون، اجرتون باید مهدی، عواملی نیست. خواهش میکنم، بزرگوار، محبت. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تا پایان تماشا کردید. اگر ما حاضر باشیم او غائب نخواهد بود، حقیقتی است که باید هممون درک بکنیم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.